بچه اومدم مکدونالد هفتگان و فرسه و روبروی ساختمون بزرگ میدون اصلی شهره. چه اومدم یه دونه سیب زم سرخ شرده گذاشته، یه دونه چیز برگر گذاشته، یه دونه چیکن برگر با نوشابه و یه دونه سس کچاپ. شد 4.99. ولی خیلی کوچولوه. برگرشه این چقدر کوچولوه، زی کف دسته. قبلی برگرم ما بودیم برگر گوشته، بخواین داخلش رو ببینیم نونه، بعدش پنیر گذاشته، هیچی، فقط یه لایه پنیر گذاشته و یه خیارشور، یه ذرم سس اینجا مالیده شده. همبرگر کاهو گوجه و خیارشور اینا نداره. 2000 years later. یه چیزی که داره ایران میتونستی مثلا چنگال، نمک اینا برداری، اینجا اینجوری نیست. باید سیب زمینی با دست بخوری، چنگال اینا نمیدن.